این یه سکه 200ه بابا، به خدا سکه 200ه. بهشون بگو. راست میگه، اومده کفش رو ببره. اینا رو $12 گرفتم و $50 فروختم که در مجموع $38 سود بود. $50 فروختیمش. بریم مغازه همه چی فروشه ببینیم چی داره. همون اول یه دوربین قدیمی پیدا کردم که قبلا توی یه پست دیگه مثلشو فروخته بودیم، ولی مثل قبلی خیلی سالم نبودش. بعد این کیس گیمینگ با یه سری کارت گرافیک پیدا کردیم که من خیلی اطلاعات زیادی راجبش نداشتم و تو بودجمون هم نبودش. خواستم یه عینک دولچی گابانا رو بگیرم که باید کل پولمون رو میدادیم که ریسک بزرگی بودش. کیهو یه چیز خفن به چشم خورد. این ساعت کاسیو رو $10 گذاشته بود، ولی با کلی چونه زدن قرار شد اینو با یه چیز دیگه $10 حساب کنم. بردمش خونه تمیزش کردم و بندش رو با یکی از بندایی که داشتم عوض کردم. اینم خودکاریه که فضانوردا ازش استفاده میکنن که اون یکی چیزیه که خریدم. همه رو آگهی دادم و موندم با $43 پول. به نظرتون با $43 دیگه چیکار میشه کرد؟